الرحمن الرحیم. السلام علیکم شاگردان نهایت عزیز. خدا کنه همتون خوب صحتمند باشین و با یک انرژی مثبت به صنف آمده باشین. خدا کنه شاگردان که در صنف هم حضور دارن خوب صحتمند باشن. خوب هستین شاگردان؟ بله. بسیار خوب. همتون خوش آمدید میگم به صنف 8 تعلیم و تربیت اسلامی و درس 3. خدا کنه امروز هم با یک حالت خوب با یک انرژی آمده باشین و درس را هم بیاموزین و یاد بگیرین. ما درس گذشته هم داشتیم و در درس گذشته شما فعالیت ها هم داشتین که فعالیت ها را در وقت درس ختم شود میبینم و ببینیم کدام قسمت ها شما اشتباه کردین تا که باشه ما اونا را حل بسازم. و چه خوب است که قبل از اینکه درس گذشته درس نو شروع بکنیم، درس جدید ما رو شروع بکنیم، بریم یک مرور به درس گذشته هم داشته باشیم که ما در درس گذشته چی موارد و چی نکات را خواندیم. بسیار خوب. درس گذشته ما صداقت در فروش بود که ما راوی حدیث را شناختیم، معنی کلمات را شناختیم که کدام کلمه استفاده شده، معنای خود حدیث شریف هم دانستیم و در قسمت اخیر حکمت و فواید علم حدیث را هم آموختیم و یاد گرفتیم. و گفتیم که زمانی که اشخاص فریبکار وارد بازار میشن و این حدیث به خاطر چی نازل شده، این که اشخاص فریبکار را یعنی حد و حدودش برشان نشان بده، یعنی گفته شده برشان که مال بسیار با ارزش جنسیت بالایتان را جدا و مال که جنسیتش پایین هست را جدا بفروشین. و هم در قسمت فواید حدیث هم ما خواندیم و موضوع بسیار زیاد نو را هم آموخته بودیم. فوایدش از جمله ای بود که باید معامله به بسیار شکل شفافش صورت بگیره، ای که کنترل در بازار وجود داشته باشه و اقتصاد بازار هم در نظر گرفته شود. معامله باید شفاف باشه. یعنی چی؟ گفتیم که جنس اعلی و جنس ادنای شخص باید معلوم باشه. یعنی جنس پایین به نام جنس بالا به کس نفروشه و جنس بلند را به ای که جنس بالا و بالاتر هست را به کس نفروشه. و ما اینا رو فهمیدیم که باید چگونه باشه. و همین قسم گفتیم که زمانی که تجارت تا در یک جامعه صورت میگیرد باید افراد باشه که اونها را بررسی بکنه و ببینه که اینها کدام تخلف و فریبکاری با مردم نکنن و انجام ندن. این هم بود درس گذشته که ما خواندیم و گفتیم درباره فعالیت ها هم در بخش آخر درس کارخانگی شما را میبینم. چه خوب است که درس نو آغاز بکنیم و درس جدید ما هم تعلیم و تربیت اسلامی صنف 8 و درس 3 که صفحه 9 الی 10 کتابتان هست را در بر میگیره. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. و ما امروز موضوع درس ما حقوق همسایه هست و اینکه کدام موارد را امروز میخوانیم و شامل حدیث شریف میشه هم براتون میگم. متن خود حدیث هست که میخوانیم و معنی کلمات هست، شناخت راوی حدیث هست که راوی را بشناسیم کی هست و در قسمت اخیر حکمت و فواید حدیث شریف هست که او را هم میخوانیم. و متن یا لفظ عربی حدیث را هم بخوانیم که درباره حقوق همسایه چی گفته شده. عن ابن عمر رضی الله عنهما قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انه سیورثه متفق علیه. دوباره براتون میخوانم و متن حدیث را هم خوب است که لفظش را بشنوین و گوش بکنین. عن ابن عمر رضی الله عنهما قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انه سیورثه متفق علیه. این هم بود لفظ عربی حدیث که خواندیم و خدا کنه که مشکل نداشته باشین. و بسیار خوب است که معنای کلمات را هم بفهمیم و بدانیم و در قسمت حدیث کدام کلمات استفاده شده. معنای کلمات هست مازال همواره یا دوامدار، زننتو فکر کردم، الجار همسایه، سیورثه او را از جمله ورثه قرار بدهد. این هم بود معنای لغت های حدیث شریف و چه خوب است که راوی حدیث را هم بشناسیم.
راوی حدیث این حدیث عبدالله بن عمر بن خطاب روایت میکنه و در مکه مکرمه مسلمان میشه و بیشتر از 2500 حدیث را از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت میکنه و در ایشان در سال 73 هجری در مکه مکرمه وفات میکنن. راوی حدیث را هم شناختین و چه خوب است که معنی خود حدیث را بفهمیم که معنی حدیث چی هست. از ابن عمر رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند جبرئیل امین همیشه از طرف خداوند درباره حقوق همسایه ها و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفت و حتی تا حد رسید که پیامبر صلی الله علیه و سلم گمان میکرد که همسایه مانند اقارب نزدیک انسان مثل عزیز که در میراث وی نیز شریک خواهد بود و شریک باشد. از ابن عمر رضی الله عنه بازم میگم راوی حدیث را که معنای حدیث را که از ابن عمر رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند جبرئیل امین همیشه پیامبر صلی الله علیه و سلم از طرف خداوند احکام خبرهایی که می آمد را به پیامبر صلی الله علیه و سلم شریک میساخت و دربارش صحبت میکرد و گپ میزد و پیامبر صلی الله علیه و سلم گمان میکرد فکر میکرد که همسایه مانند اقارب نزدیک انسان هست، از جمله اقارب بسیار زیاد نزدیک انسان است که میراث میتونه ببره. فهمیده شد؟ بسیار خوب. چه خوب است که حکمت و فواید حدیث را هم بدانیم که حکمت این حدیث چی هست. حکمتش است که انسان در زندگی خود علاوه بر ارتباطاتش با پدر، مادر، خواهر، برادر، فرزند، اقارب یک ارتباط بسیار زیاد نزدیک با همسایه های خودم داره. یعنی با همسایه خود چه قسم یک ارتباط داشته باشه؟ اولین کسی که در غم و خوشی با ما می باشه همسایه های ماست و ما نمیتونیم که اونها رو نادیده بگیریم و در صورتی که اگر ما رابطه ما با همسایه های ما خوب باشه این باعث میشه که مهر و محبت در بین ما وجود داشته باشه، با همدیگر تعاون و کمک و همکاری بکنیم و همین قسم از احوال یکدیگر هم با خبر باشیم و زمانی که رابطه ها تیره باشه و ما با همسایه های خود خفه و ناراحت باشیم معلوم دار است که نمیتونیم با اونها همکاری بکنیم، کمک بکنیم و یک حس آرام به وجود ما پیدا نمیشه. این هم حکمت حدیث شریف هست که باید حقوق همسایه را بدانیم و بفهمیم. چه خوب است که فواید حدیث را هم بدانیم که فواید حدیث چی هست. ای که قرار گرفتن همسایه به جای وارث، اسلام به حقوق همسایه توجه بسیار زیاد صورت گرفته، بسیار زیاد توجه کرده و همسایه ها را گفته که هرچند که همسایه میراث نمیبره در حالت اصلیش، یعنی انسانی که ازش مال باقی مانده باشه یعنی نمیتونه که به همسایه خود او را به میراث بده، بلکه یعنی به گمان از این که یعنی اینقدر حق و حقوق داره که حتی به این تشبیه و شباهت داده شده که شاید همسایه یعنی میراث ببره. بعد تا به این اندازه ارزش مقام همسایه را ذکر کرده و از لحاظ حقوق اجتماعی هم با آنها میراث ببرن یکسان است. یعنی فکر به این کرده که از لحاظ حقوقی که بین یکدیگر وجود داره هم میتونه، یعنی به گمان از اینکه یعنی حق حقوق داره که میتونه میراث ببره، ولی در اصل همسایه میراث بردن نمیتونه و اینقدر ارزش بالایی را در اسلام و در حدیث داره که پیامبر صلی الله علیه و آله هم اشاره کرده. این که تاکید بر حقوق همسایه چقدر مهم است که ما همسایه های خود را اکرام و عزت کنیم و احترامشان را داشته باشیم. و در قسمت ارتباط پیغمبر صلی الله علیه و سلم با جبرئیل امین که همیشه از طرف خداوند خبر، سخن، وحی را بر رسول الله صلی الله علیه و سلم می آوردن و از نزدیک با آنها شریک می ساختن و این قسم خودداری از آزار اذیت همسایه هم وجود داره که باید همسایه های خود را آزار اذیت نکنیم. استاد من یک سوال دارم. خوب سوال داری مریم جان؟ سوال کن. سوال چی هست؟ آزار اذیت همسایه یعنی چی؟ بسیار خوب. مریم جان سوال کرده که خودداری از آزار و اذیت همسایه یعنی چی؟ خودداری از آزار و اذیت همسایه یعنی چی؟ بسیار خوب، سوالت بسیار خوب کردی. حالا براتون واضح میکنم که خودداری از آزار و اذیت یعنی برای کس آزار و اذیت یعنی ضرر نرساندن. فهمیده شد؟ آزار و اذیت یعنی ضرر نرساندن. اگر انسان با همسایه خود احسان و نیکی میکنه بسیار زیاد گپ خوب است، ولی اگر احسان و کمک کردن نمیتونه بهترش است که بر همسایه خود ضرر وارد نکنه و همسایه خود را در مشکلات قرار نده.
و همین قسم دوری بکنه از این که از ضررایی که به همسایش میرسه. مثلا آزار اذیت، بعض گفتارها، بعض از حرکات وجود داره که ما انجام میدیم و این باعث میشه که همسایه ما از ما آزرده شوه و خفه شوه. چه خوب است که همسایه های ما را احترام بکنیم، عزتشون بکنیم. و همین قسم در حدیث دیگه آمده که همسایه که از دست و زبانش در امان نباشه و این مسلمان کامل نیست. یعنی کسی که همسایه‌اش از دست و زبانش در امان نباشه مسلمان کامل نیست. و این هم فهمیدیم و معلومات را هم حاصل کردیم. چه خوب است که درس ما را یک جنبندی بکنیم امروز که این درس ما حاوی کدام موضوعات بود و کدام مطالب را ما خواندیم. لفظ عربی حدیث را خواندیم، معنای کلمات را هم آموختیم، راوی حدیث را شناختیم که راوی حدیث کی هست و چی سال تولد و سال وفات را هم دانستیم. چه خوب بود که حکمت ها و فواید حدیث را هم گرفتیم که چی حکمت ها داره و گفتیم روز قبل هم که هر درس ما که میخوانیم برگرفته شده از این است که حکمت و فواید خود را داره. و حق و حقوق همسایه بود که در رابطه با این صحبت کردیم، ای که همسایه خود را باید احترام بکنیم و حتی در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم برش اینقدر اشاره شده، اینقدر به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته میشد درباره حقوق همسایه که پیامبر صلی الله علیه و سلم فکر میکردن که همسایه کسانی هستند که شامل میراث میشن، یعنی از فرد میتونه میراث بگیره. و در قسمت از این که حق و حقوق همسایه چقدر هست و ما چقدر باید آنها را اکرام و عزت بکنیم در هر مراحل از زندگی بر ما اشاره شده و تاکیدات هست. و همین در حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله آمده که کسی که همسایش از دست و زبانش در امان نباشه مسلمان کامل نیست. همه این مطالب را ما خواندیم و آموختیم. چه خوب است که شما هم امروز سهمتان را داشته باشین و ای که اگر در جایی که مشکل داشته باشین بگوین مشکلتان حل شود. مشکل نیست؟ نه خیر. بسیار خوب. شما در قسمت درس یک کارخانگی هم داشتین که این کارخانگی شما چی هست؟ کارخانگیتان قسمی هست که در کتابچه هایتان حل میکنین و روز بعدی که در صنف میایین با خود داشته باشین تا اینکه باشه اگر جایی را نفهمیده باشین دوباره برتان بگویم و جایی را که حل کردین خوب و خوب، یعنی موضوع را فهمیدین و گرفتین. بسیار خوب. و در جایی را که شما مشکل دارین نشونیش بکنین و روز بعدی که در صنف میایین پس دوباره بر ما بگوین تا که مشکل شما حل شود. و روز دیگه که ما درس جدید را آغاز میکنیم و درس گذشته ما هیچ مشکلی نداشته باشیم. بسیار خوب. کار خانگی شما چی هست؟ نوشته بکنین. در مورد حقوق همسایه چند سطر بنویسید. دوباره میگم کارخانگی شما این هست که در مورد حقوق همسایه چند سطر بنویسید. درست شد؟ بسیار خوب. این هم بود درس امروز که خدمتتان تقدیم کردیم. تا درس بعدی که بازم دوباره میاییم و درس جدید را آغاز میکنیم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار همتان. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.